اگه قرار باشه برای هر کدوم از عضلاتتون 2 تا حرکت انتخاب کنین که فقط اون 2 تا رو بزنین، کدوم حرکات بهترین گزینه است؟ تو این ویدیو میخوایم به این موضوع بپردازیم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ دروینم، خوش اومدین به فیت تیوی. آقا چند روز پیش داشتم در مورد این فکر میکردم که اگه قرار باشه تا آخر عمرم برای هر کدوم از عضلات فقط 2 تا حرکت رو بزنم، کدوم حرکات میتونه بهترین گزینه باشه که به غیر از این که به اون عضلات فشار میاره، یعنی فشار درستی میاره و رشدشون میده، به عضلات دیگه هم کمک کنه که اونها هم بتونن رشد کنن. خب بچه‌ها یک لیست ترتیب دادم براتون، خیلی جالبه، این ویدیو رو از دست ندین، میتونه براتون جذاب باشه. یکی یکی عضلات رو با هم دیگه بررسی میکنیم و دلیلش هم میگم چرا مثلا برای سینه این 2 تا حرکت رو انتخاب کردم، برای پای این 2 تا حرکت و برای عضلات پشت و فلان، یعنی تمام عضلات دلیلم چی بوده انتخاب عضلات. اول میریم سراغ عضلات سینه که اگه توانایی اجرای 2 تا حرکت رو داشته باشم، اولین حرکتم بچه‌ها پرس بالا سینه دمبله. و همچنین بچه‌ها بعد اینکه این ویدیو تموم شد شما هم حرکت‌های پیشنهادی خودتون رو بنویسین، میتونه جذاب باشه برای بچه‌های دیگه. من پرس بالا سینه رو اول انتخاب میکنم به دلیل اینکه عضلات بالا سینه توی پسرها جزو دیررشدترین عضلات و تو حرکت پرس بالا سینه با دمبل با میز 30 درجه الی 15 درجه پادستگاه EMG تست شده و بهترین فشار رو بهش میاره. پس اگه قرار باشه به سینه فشار بیارم، از دستگاه به بالا سینه فشار بیارم، از حرکت بالا سینه دمبل استفاده میکنم. حالا نحوه اجراش هم بارها گفتیم که زاویه دست 45 تا 70 درجه باشه، زاویه دست به بدن که بتونه بهترین فشار رو به بالا سینه بیاره و میزم زاویهش 30 تا 15 درجه بهترین فشار میاره. بچه‌ها این حرکت به غیر از اینکه بهترین فشار رو به بالا سینه میاره، به قسمت میانی سینه هم فشار خوبی میاره. پس اولین گزینه من تو حرکات سینه حرکت پرس بالا سینه دمبل. دومین حرکت که بخوام انتخاب کنم حرکت فلای نشسته با سیم کشه که اینم دقیقا با دستگاه EMG تست شده بود که بهترین حرکت بود، هم فشار برای قسمت میانی سینه هم قسمت زیرین سینه که همونجور هم دارین تو ویدیو میبینین، نحوه اجراشو میبینین. به میز یک شیب مایل 80 درجه‌ای داده نشسته و داره فلای سیمکشو میزنه. بچا هانی رامبود هم از این حرکت خیلی استفاده میکنه. یکی از بهترین دلایلی که میشه گفت، حالا به غیر از اینکه با دستگاه EMG تست شده، اینه که این حرکت در کل دامنه حرکتیش فشار مستمر و یکسانی به کل سینه‌تون میاره، یعنی هم به قسمت میانی سینه‌تون فشار خوبی میاره هم به کل سینه‌تون. پس با این 2 تا حرکت شما میتونید هم به قسمت بالایی سینه هم قسمت میانی هم به قسمت زیرین سینه فشار خوبی بیارین با همین 2 تا حرکت. پس این 2 تا حرکت به نظر من، اگه میخواستم فقط 2 تا حرکت رو انتخاب کنم برای حرکات سینه، از این 2 تا حرکت استفاده میکردم. میریم سراغ حرکت‌های سرشونه که یکم سخت میشه اینجا، چون ما برای سرشونه 3 تا قسمت داریم، دلتوئید قدامی، میانی و خلفی، که بحث اینه که حرکت‌هایی که میزنیم مثلا به قسمت قدامی فشار میاره، به قسمت خلفی فشار نمیاره و کارو سخت میکنه. ولی من سعی میکنم، حالا بهتون توضیح میدم، یک حرکت رو میذارم اگه به من آوانس بدن سرشونه رو 3 حرکته میزنم، اگه آوانس ندن حرکت سوم رو با یک حرکت دیگه ای جبران میکنم. پس حرکت اولی که انتخاب کنم برای سرشونه بدون شک پرس سرشونه دمبل نشسته است که تو دستگاه‌های EMG تست شده، الکترومایوگرافی. بچه اینا که میگم ویدیوهاش هست. بهترین حرکت برای دلتوئید قدامیه و بچه‌ها میزتون وقتی دارین این حرکت رو میزنین، بارها نحوه اجرا گفتم، یک زاویه 80 درجه بذارین، 90 درجه نزنین چون به سرشونه‌تون ممکنه آسیب بزنه. پاد زاویه 80 درجه هم فشار رو بهتر میارین به دلتوئید قدامینتون، هم احتمال آسیب رو پایین میارین. که نحوه اجرای صحیح حرکاتم دقیقاً این حرکت رو گذاشتم نحوه اجراشو. حرکت دومی که اگه قرار بود انتخاب کنم حرکت نشر جانب دمبل نشسته یا ایستاده، که حالا ایستادهش با EMG بهتر بود، یعنی فشار بهتری دیده بودم که به قسمت دلتوئید میانی فشار میاره، که نحوه اجرای این حرکت هم براتون ویدیوشو ضبط کردم و گذاشتم که میتونیم بریم ببینین، که این ویدیو 3 دقیقه‌ای اصلا خیلی طولانی نیست. نکته ای که هست بچه، من این 2 تا حرکت رو میزنم،
اگه به من یک آوانسی بدن و بگن میتونی یک حرکت بیشتر هم برای سرشونت بزنی، به احتمال زیاد نه، یک حرکت دیگه اضافه میکردم، فلای معکوس سیمکش برای دلتوید خلفی که دارین توی ویدیو نحوه اجراشو میبینین. با زاویه 45 درجه دستا رو باز میکردم، اونم به صورت دوب، تکی نمیزدم، که با دستگاه EMG بهترین فشار رو به دلتوید خلفی می آورد. اگه اجازه نمیدادن این حرکت رو بزنم، من با همون دو تا حرکت های سرشونم رو به پایان میرسوندم و با یک حرکت دیگه ای تو یک عضله دیگه می اومدم این مشکل رو یک کمی حل میکردم، یک کوچولو. پس بهترین حرکات اگه میتونستم انتخاب کنم که تا آخر عمرم فقط این دو تا حرکت رو برای سرشونه بزنم، پرس سرشونه دمبل نشسته و هش جانب دمبل ایستاده است. خب میریم سراغ عضلات پا که اگه میتونستم دو تا حرکت برای پا بزنم چه حرکتی بود؟ خب حرکت اول بدون شک اسکات بود. خب بچه اسکات حرکتیه که به غیر از به چهار سر رانتون، به کورتون، باسنتون، همسترینگتون و حتی به دوقلوهاتون یا ساق پاتون هم فشار میاره. پس یه حرکتی مولتیه که میتونیم بگیم جزو حرکات مادر بدنسازه که جزو یه برنامه ضبط کرده بودم 7 حرکت عضله ساز که من این حرکت اسکات و تدلیف رو میذارم تو رأس هرم، تو اون ویدیو هم گفته بودم. پس بدون شک برای پام اولین حرکتی که انتخاب میکردم اسکاته. حرکت بعدی که انتخاب میکردم ددلیف پاسافه یا ددلیف رومانیایی میزدم. حالا بعضی وقتا اگه حس میکردم نیازی به همسترینگم فشار بیشتری بیاد به صورت پاساف کامل میزدم. اگه حس میکردم لازمه که به کلوت و همسترینگ و به پشتم هم فشار خوبی بیارم و میخوام یک کوچولو سنگین تر بزنم، رومانی میزدم که یکم میتونین زانو رو بشکنیم. پس من برای حرکت دوم حرکت ددلیفت پاساف یا رومانی انتخاب میکردم که بتونم به همسترینگ و باسن و به عضلات پشتم، مخصوصا راست کننده های ستون فقراتم که مربوط به عضلات پشت میشه، فشار عالی بیارم. بچه با این دو تا حرکت میتونستم کل پامو فشار بیارم. خیلی بهتر از حرکت های دیگه ای بود که میتونستم انتخاب کنم. حرکت های دیگه ای هم هستن که تو ذهنم بود مثل هیپ تراست، ولی این دو تا حرکت هر جور حساب کردم بیشترین عضلات رو درگیر میکرد و هایپرتروفی و رشد بهتری رو تو عضلات به ارمغا می آورد. و یه نکته آخرم بچه‌ها بهتون بگم، تو حرکت های اسکات سعی کنین اسکات رو به صورت کامل بزنین، اسکات کامل با رنج آف موشن بیشتر یا به صورت کامل باعث هایپرتروفی بیشتر دیده شده توی تحقیقات، حتی با وزنه سبکتر. پس اسکات کامل با وزنه سبکتر هایپرتروفی بهتری داشته از اسکات نصفه با وزن سنگین. پس دو تا حرکت برتر من اسکوات، حالا میتونه با هالتر یا اسمیت باشه، و ددلیفت رومانیایی یا پاساف برای عضلات پا. میرسیم به عضلات پشت بازو. اگه قرار باشه برای عضلات پشت بازو دو تا حرکت انتخاب کنم که تا آخر عمرم بزنم، اولین حرکت بدون شک دیپ دستگاهه. هر حرکت دیپ دستگاه هم با دستگاه EMG تست شده و هم هانی رامبود هم اگه نگاه کرده باشین تو ویدیوهاش تو روزای سینه به بچه‌هاش میداد. بچه دیپ دستگاه جزو حرکت‌های چند مفصلی پشت بازوه که هم با دستگاه EMG نشون داده شده به 3 سر پشت بازوتون، یعنی به سر دراز، سر میانی و سر خارجیش فشار عالی میاره. یعنی اگه میخواین یک حرکت، فقط یک حرکت حتی بزنین، بهترین حرکت دیپ دستگاهی که به 3 سر پشت بازوتون فشار میاره. به غیر از این بچه‌ها به قسمت زیرین سینه‌تون هم فشار عالی میاره. پس شما با یک تیر تونشون میزنین، هم دارین به پشت بازوتون فشار بسیار عالی میارین، هم به قسمت زیرین سینه‌تون. پس بدون شک اولین حرکتی که انتخاب میکردم برای پشت بازو حرکت دیپ دستگاه. حالا اگه بچه‌ها اگه دیپ دستگاه نداشتن میتونن پارالل بزنن، اگه پارالل براشون سبک بود، چون بچه‌ها هر چقدر حرفه‌ای تر میشن وزن بدنشون براشون سبکتر میشه، وزن به خودشون آویزون کنن و حرکت پارالل رو بزنن، شبیه سازی حرکت دیپ دستگاه. حرکت دومی که برای پشت بازو انتخاب میکردم به احتمال خیلی زیاد، یعنی حرکت این بین دو تا حرکت مونده بودم، ولی چون با دستگاه EMG نشون داده شده بود این حرکت هایپرتروفی بهتری داشت، یعنی فشار عالی به 3 سر پشت بازو می آورد، حرکت کیک بک با سیمکش بود که این حرکت رو انتخاب میکردم به عنوان دومین حرکت. بچه با دستگاه EMG تست شده که حرکت کیک بک سیمکش
فشار عالی به سه سر پشت بازوتون میاره. خب ما یه حرکتایی داریم مثل پشت بازو دمبل بالای سر که میتونه به سر دزرازتون فشار عالی بیاره، یا همون حرکت سیمکش معمولی که جلوی دستگاه سیمکش وایسیم و پشت بازو بزنیم میتونه به سر خارجی و میانی فشار خوبی بیاره. ولی با این دو تا حرکت جزو حرکتایی بود که به سه سر پشت بازو فشار خوبی می آورد. پس دو تا حرکت انتخابی من برای پشت بازو که کلا بتونم این دو تا حرکت رو بزنم، حرکت دیپ دستگاه، دومیش حرکت کیک بک سیمکشه. میریم سراغ عضله بازو که اگه بتونم برای عضله بازو فقط دو تا حرکت بزنم چه حرکتاییه؟ خب اولین حرکتی که بچه ها من انتخاب کردم جلو بازو سیمکش با یک چرخشی بالای حرکت. بچه ها حرکت جلو بازو سیمکش حرکتیه که به دو سر بازوتون فشار عالی میاره و بیشتر فشاری که میاره به سر خارجی بازوه. پس با این حرکتی که میزنیم به سر خارجی فشار میاریم. حالا چرا گفتم با یک حرکت چرخش خارجی به سمت بالا؟ بچه با این چرخش یک کوچولو فشار زیادی نیست، ولی با این چرخش بالایی که میاریم، یعنی میاد بالا و یک چرخش بیشتری رو به سمت بالا میاریم، باعث میشه که سر داخلی بازو هم درگیر بشه. پس بچه ها همچنین این حرکت رو با یک تمپوی خیلی آروم میزدم. یعنی اگه بچه ها 1 ثانیه قسمت بالای حرکت رو میزدم، 1 ثانیه مکس میکردم قسمت بالا و 3 ثانیه تو قسمت منفی با تمرکز بالا میآوردم که بتونم فشار عالی رو به جلو بازوم بیارم. پس اولین حرکتی رو که اگه برای جلو بازوم انتخاب میکردم حرکت جلو بازو سیمکش بود با تمپو درست و چرخش اضافه به سمت بالای حرکت. حرکت دومی که بزنم جلو بازو هالتر مچ برعکسه و این حرکت بچه‌ها با دستگاه EMG نشون داده شده بود بهترین فشار رو به بازو قدامی، به ساعد و همچنین یا بگیم زند علایی، عضله زند علایی و قسمت خارجی بازوتون میاره. ما تو حرکت‌های بازو کمتر میتونیم بچه‌ها به ساعد و بازو قدامی فشار بیاریم همزمان که بتونه به قسمت خارجی بازو هم فشار بیاره. این حرکت جزو حرکت‌های معدودیه که به غیر از این که با دستگاه EMG تست شده بود یکی از بهترین حرکات برای فشار آوردن به سر خارجی بازوه، به بازو قدامی و همچنین به زند علایی فشار بسیار عالی می آورد. پس ما می‌خواستیم با دو حرکت بازومون رو پوشش بدیم و دیگه با کاری هم با ساعد نداشته باشیم. پس اینجا فقط بچه یه نکته میمونه، قسمت داخلی بازو رو فشار خوبی بهش نیاوردیم، به جاش من با یک حرکتی تو یک عضله دیگه یک فشار عالی به این قسمت داخلی بازو میارم، جاش با یک حرکت دیگه جبران میکنم. پس دو تا حرکت انتخابی من برای حرکت‌های بازو که بتونم فشار عالی به کل بازوم بیارم، اولیش جلو بازو سیمکش بود که با یه چرخش اضافه بتونم فشار رو بیشتر کنم و یک کوچولو به قسمت داخلی بازو هم فشار بیارم، و حرکت مچ برعکس بود که هم بتونم به بازو قدامی و هم زند علایی هم فشار عالی بیارم. میرسیم به عضلات پشت، یعنی عضلات زیر بغل که اگه دو تا حرکت میتونستم برای عضلات زیر بغل بزنم چی بود؟ واقعا بچه سخت ترین انتخاب تو همین حرکت زیر بغل بود، ولی با فکری که در موردش کردم دیدم دو تا حرکت هستن که واقعا تمام نقاط تقریبا میشه اکثر نقاط زیر بغل رو پوشش میدن. اولیش بارفیکسه، ولی یک تریکی رو اینجا خرج میدادم. اگه قرار بود فقط یک حرکت بارفیکس بزنم، حرکت بارفیکس رو یک ست در میون به صورت دست باز و در مچ برعکس دست جمع میزدم، یعنی 6 ست میزدم، یک ست دست باز، یک ست دست جمع، یک ست دست باز، یک ست دست جمع، که هم به وی کردم و به قول گفتنی لت‌های من فشار عالی بیاره. وقتی ما داریم دست باز میزنیم به لت‌هامون فشار عالی میاره، مخصوصا به قسمت خارجی لت و این گردی بزرگمون که میتونه بدنمون وی کنه، و وقتی که بچه دست جمع و مچ معکوس میزنیم میتونه به قسمت داخلی لت و اون قسمت پایینی زوزنقیمون فشار عالی بیاره. و همچنین بچه وقتی داریم ما به صورت مچ برعکس دست جمع میزنیم، ما میدونیم که تو حرکت‌های بازو هر چقدر دست از بدن فاصله بگیره، مثل حرکت‌های لاری،
میبینیم که فشار بهتری به سر خارجی سر داخلی بازو میاد. پس ما وقتی که داریم بارفیکس میزنیم دست از بدن فاصله میگیره و با این کار داریم به سر داخلی بازو فشار میاریم. ببینیم بچه، گفتم تو بازو ما نتونستیم یک حرکت اختصاصی برای سر داخلی بازو انتخاب کنیم، ولی با همین بارفیکس دست جمع مچ معکوس میتونیم به سر داخلی بازومون فشار بیاریم. ببین بچه، باید حرکت ها رو هوشمندانه انتخاب میکردم که به کل بدنم فشار بیاره. پس بارفیکس دست باز برای وی کردن بدنم و فشار آوردن به گردی بزرگ و خارجی لتم و با مچ برعکس به لت داخلی فشار بیارم، به قسمت داخلی و اون قسمت کریسمسی، به پایین زوزنقه‌ای و همچنین به داخل بازوم یعنی سر داخلی بازوم هم فشار بیارم. حرکت دومی که برای پشت انتخاب میکردم اینم دقیقا مثل حرکت اول زیر بغل انجام میدادم. حرکت هالتر خم، یک ست در میون به صورت دست باز و یک ست هم مچ برعکس دست جمع. دست باز مچ معمولی، دست جمع مچ برعکس. بچه با این کار باعث می شدم دوباره به قسمت خارجی لتم و به قسمت میانی زوزنقه‌ای فشار بیاد وقتی دارم دست باز میزنم. وقتی میرفتم دست جمع میزدم به قسمت داخلی لتم و به پایین زوزنقه‌ای فشار میورد. حالا شاید برای بچه ها پیش بیاد چرا ددلیفت رو اروین انتخاب نکردی تو حرکت های پشت که اینقدر میگی حرکت بی‌نظیره. خب بچه ها ببینید، ما تو حرکت های پا ددلیفت رومانیایی یا پاساف رو انتخاب کردیم که حالا هر کدوم ما با توجه به اون نیازی که داشتیم انتخاب میکردیم. خیلی شبیه همه، واسه همین یک کوچولو بچه ها نقطه فشار فرق میکرد. وقتی ما داریم ددلیفت رومانیایی میزنیم، یکم پا رو میشکنیم، اتوماتیک داریم به پشتمون هم فشار میاریم. ما نیاز داشتیم به اجزای پشتمون یکم تخصصی تر فشار بیاریم، یعنی اون نقاطی که لازم داشتیم زوزنقه‌ای میانی پایینی فشار بیاریم. به خاطر همین من حرکت های هالتر خم و بارفیکس رو انتخاب کردم و ددلیفت رو از ددلیفت رومانیایی یا پاساف تو روز پا استفاده کردم. گفتم اینم در جریان باشید که من از ددلیفت پاساف و رومانیایی تو این مدل از انتخابام بهتر جواب میگرفتم که بتونم کل عضلات بدنم رو پوشش بدم. پس انتخاب من تو عضلات پشت بارفیکس، یک ست در میان به صورت دست باز و دست جمع مچ معکوس و هالتر خم، یک ست در میان به صورت دست باز مچ معمولی و مچ معکوس جمع یک ست در میان، اینو انتخاب میکردم. این حرکت های پشتم بود که اگه قرار بود 2 تا انتخاب کنم تا آخر عمر این 2 تا حرکت رو بزنم. میرسیم به عضله ساق که خیلی سخت نیست. برای عضلات ساقم بچه‌ها 2 تا حرکت انتخاب میکردم. یه دونه ساق نشسته که به نعلین فشار بیاد و یه دونه به صورت ایستاده که میرفتم استپ میذاشتم روی اسمیت وای میسادم و برای ساقم این حرکت رو میزدم. یا میتونستم بچه حرکت پرس پا هم بزنم، فشارهاشون یک شکل بود، یعنی روی حرکت پرس پا بخوابم و حرکت ساق بزنم که این حرکت به 2 قلون فشار می آورد. میتونستم به کل عضلات ساق پا فشار عالی بیارم. پس 2 تا انتخاب میشه، یکیش برای نعلی که میشه ساق پا نشسته، دومیش میتونه با اسمیت با یک استپی حرکت ساق پا رو بزنم. خب حالا توی کامنت ها برام بنویسین اگه قرار بود برای عضلات شکم 2 تا حرکت انتخاب کنید چه حرکتایی رو انتخاب کردین. اینو میذارم به عهده خودتون که تو کامنت ها بنویسین و ببینم چه حرکتایی رو دوست دارید و دلیلتون چیه برای انتخاب اون 2 حرکت. و اینکه بچه‌ها این 6 تا یعنی این حرکتایی که برای هر کدوم از عضلاتم انتخاب کردم میتونه برای هر فردی فرق کنه، ولی من دلیل داشتم برای انتخاب تمام حرکتام که برای هر عضله این 2 تا حرکت ها رو انتخاب میکردم و تا آخر عمر میزدم. و بچه‌ها یه نکته هم یادم رفت بگم، گفتم برای دلتوید خلفی، حالا اینجا خوب شد یادم اومد، اگه نذارن چیزو بزنم حرکت باترفلای معکوس رو بزنم برای دلتوید خلفی، میام با یه حرکت دیگه جبران میکنم. بچه با هالتر خمی که ما داریم میزنیم به صورت دست باز میتونه به دلتوید خلفیتونم فشار بیاره. پس من دلتوید خلفیمو میتونستم یه کمی با این حرکتم جبران کنم. پس یکی از دلایلی که حرکت هالتر خم دست بازم انتخاب کرده بودم پوشش دادن ضعف دلتوید خلفی بود. در کل این انتخابای من بود که میتونستم با انتخاب این حرکت ها همیشه هایپرتروفی مورد نظرم و از این حرکات بهره بگیرم. و شما میتونید تو کامنت ها حرکت های مورد نظر خودتونم بنویسین. دمتون گرم این ویدیو رو دیدین و خدا نگهدار.